حیوانی که برای دفاع ببخشید باسنش رو میگیره طرف دشمن. یعنی بخوای بهش حمله کنی با کله میخوری به باسن محکمش. باسن وامپت از لایه‌های ضخیم چربی، پوست، غضروف و پشم پوشیده شده. یعنی انقدر محکمش کرده که توپ ازش رد نمیشه. جالب اینجاست هر کی هم بخواد به لونش حمله کنه با همین باسن بزرگ ورودی لونه رو میبنده. انقدرم بزرگه که نم پس نمیده. برای اینکه خاص‌تر هم باشه مدفوع کردنش عجیبه. یعنی مدفوعش مکعب مربعه که مشابهش تو جهان نیست. اصلا مربع چطوری بیرون میاد؟ مگه میشه؟ و با این نوع خاص مدفوع قلمروش رو نشونه گذاری میکنه. آدم یاد سریال اسکوید گیم میفته. مقام مربع بالاتر بود دیگه. نه، وامپت مثل کانگوروها کیسه داره و بچهش رو درون نگه میداره. جالب اینجاست حتی کیسش هم در پشتش قرار داره. البته چون این حیوان لونش رو در دل خاک میسازه و امکان داره چندین متر زمین رو حفر کنه، کیسه به مرور زمان طوری قرار گرفته که خاک روی بچه‌هاش نریزه. حالا شما بگو کیو میشناسی که همچین سپر دفاعی خفنی داشته باشه؟ برای دیدن مستندهای بیشتر شما را دعوت به دیدن از پیج می‌کنم.